به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند جان و خداوند رای، خداوند روزیده رهنمای. درود بر شما فارسی زبانان گرامی. من کمال امیدی، مدیر مسئول و رئیس هیئت علمی آکادمی زبان بابک آنلاین هستم. اولین کالج آموزش اینترنتی زبان انگلیسی در ایران. همونطور که واقف هستیم، در جهان اول و دنیای پیشرفته دیگه امروزه دانشگاه‌ها، مؤسسات و کالج‌ها چیزی به عنوان فضای حقیقی یا همون ساختمان‌ها و مکان‌ها رو برای آموزش‌های رشته‌های مختلف خود ندارند. اونا ترجیح دادند بیشتر از مستقلات و املاک خودشون با به فروش رسوندنشون درآمدهایی رو داشته باشند و هزینه کنند برای استفاده از فضای مجازی. پدیده قرن، اینترنت. امروزه با اینترنت کارها خیلی راحت شده. استاد نیازی نیست که سر ساعت و از مسافتی خودش رو به کلاس برسونه و برای بچه مطلب ارائه بده. دانشجویان هم نیازی نیست از شهرها یا مسافتهای دور و حتی از محله‌های دیگه خودشون رو به مؤسسه یا دانشگاه برسونن. چقدر دغدغه این وسط هست. دیرم نشه، زودتر نرسم، تو ترافیک گیر نکنم، حادثه‌ای برام پیش نیاد، جای پارکی برای من پیدا میشه یا نمیشه. آیا گاهی اوقات برای فرزندهای کوچکتر پدر و مادر دغدغه اینو داشته باشن که برسوننش یا اینکه سرویسی تهیه کنن که اون رو به مکان کلاس برسونن؟ شما سر یه ساعت خاصی که برنامه ریزیش از قبل داده شده میتونید با اتصال به اینترنت و تنها با داشتن امکانات یک PC، یعنی همون کامپیوتر شخصی و خط پرسرعت اینترنت که حداقل 128 کافی است، میتونید از کلاس‌هامو استفاده کنید و بهره مند بشید. ساعت‌های خاصی کلاس‌ها با اتصال شما به اینترنت به راحتی میتونید در اون ساعت‌ها از استاد بهره مند بشید. البته تلاش برای این شده که کلاس‌ها طوری تهیه بشه که با کیفیت خط‌های پایین اینترنت در ایران و زیرساخت‌ها و سرورهای خوبی که ما تهیه کردیم، افراد مطلقاً از این کلاس بی‌نصیب نمونن. چون گله‌ها در این زمینه خیلی زیاده. بعضی‌ها میگن که ممکنه دیسکانکت بشیم یا اتصالمون قطع بشه و یا اینکه سرعت خط انقدر پایینه که ما بریده تصاویر رو داریم. تلاش ما برای این بوده که بهترین کیفیت رو با بهره‌گیری از بهترین سخت افزار برای شما تهیه کنیم. البته یه نکته اینجا باقی میمونه و اون اینه که اذهان عمومی در کشورهای جهان سوم مثل کشور ما بر این هست که آموزش‌های مجازی هرگز کیفیت آموزش‌های حقیقی رو ندارند. افراد هنوز ترجیح میدن با حضور سر کلاس و چهره به چهره شدن با استاد مطلب رو یاد بگیرن. خب این خیلی سنتیه و ارزش خودشو داره. ولی در قرن 21 کسی دیگه وقت نمیذاره برای کلاس رفتن. در ضمن خوبیایی که آموزش مجازی یا همون آموزش اینترنتی آنلاین داره خیلی به خوبی‌های کلاس‌های حضوری میچربه. مثلا فرض کنید فیدبک کلاس‌های آنلاین یا مجازی انقدر بالاست که شما مثلا با یک بار کانکت شدن به کلاس، اگر مطلب رو یاد نگرفتید، بارها میتونید اون مطلب رو ریویو کنید، چون ضبط شده کلاس همیشه و در هر ساعت از شبانه روز در دسترس شماست. همچنین میتونید اگر چنانچه از این روش آموزش یاد نگرفتید، به سبک دیگه‌ای انتخاب کنید که با زبان ساده‌تری مطلب رو براتون بیان میکنه. تمرین‌ها و ممارست‌ها هم همیشه براتون روی سایت حاضره. میدونید که یادگیری زبان امری است که فقط با تمرین و ممارست به دست میاد. یعنی نیازه که یه نفر باشه، آدم همیشه باش صحبت کنه و تمرین کنه. خیلی ممکنه این پارتنر یا این شریک رو در منزل یا محلی که قراره تمرین کنن نداشته باشن. ولی در آکادمی بابک آنلاین یک پارتنر برای شما همیشه آنلاین و باهاتون صحبت میکنه و جواب میخواد. به نوعی به شما تمرین ها رو القا میکنه.
تازه سر یه ساعت خاصی افراد شاغل این اشکال رو دارن که میگن آقا ما نمیتونیم سر اون ساعت به کلاس ملحق بشیم. هیچ ایرادی نداره. این افراد میتونن در هر ساعتی که فارغ البار بودن به اینترنت متصل بشن و از کلاس ها استفاده کنن. مثلا فرض کنید افرادی به کلاس ساعت 8 بعد از ظهر امروز که قرار توسط من هولد یا اجرا بشه نمیرسن به دلیل مشغله های زیاد، مهمونی، کار، جلسه است، 1001 مشکل دیگه، یا تداخل با کلاس های دیگه. حتی فرض کنید 12 شب یا 1 شب فرصت مناسبی برای اون شخصه، اون میتونه در این ساعت به سایت متصل شده و ضبط شده کلاس رو نگاه کنه. حتی پیش خودتون سوال میپرسید که ضبط شده کلاس به چه دردش میخوره وقتی نتونه سوال بپرسه؟ اصلا اینطور نیست. ما تمام مقدمات و تمهیدات لازم رو برای این کار اندیشیده ایم. سعی کردیم یک کار کاملا پیوریفایند و خالص و ناب رو به شما ارائه بدیم. یک مشاور آموزشی که معمولا از افراد برجسته هیئت علمی آکادمی بابک هستن پیوسته آنلاین و صرفاً به سوال شما جواب میدن، چه با تایپ کردن و چه از طریق صدا. به راحتی میتونید جواب خودتون رو بگیرید. این بهترین بازخوردی هست که کلاس‌های مجازی دارن. من از قشر تحصیل کرده خودمون این خواهش رو دارم که تفکرات قدیمی رو دور بریزید و سعی کنید یک بار هم که شده آکادمی بابک رو امتحان کنید. من مطمئنم که تمام افرادی که از کیفیت آکادمی بابک راضی باشن خودشون تبدیل میشن به مبلغ‌های آکادمی بابک. میدونید جریان چجوریست؟ به این شکلی که در ایران بهترین تبلیغ دهان به دهانه. به نظر من بیشترین تأثیر رو زمانی داریم که فردی از آکادمی استفاده کرده، از کیفیت راضی بوده و میره برای افراد دیگه، هم قشر خودش، هم فکر خودش و حتی اونایی که فکر میکردن آکادمی‌های مجازی کیفیتشون بر نظر آکادمی حقیقی نیست تعریف میکنه و نقطه نظر اونها رو تغییر میده. اونها هم تبدیل میشن به ورودی‌های جدید این آکادمی و ازش استفاده میبرن. من مطمئنم که اگر شما فقط یک بار و فقط یک بار بتونید از آکادمی بابک استفاده بکنید، قطعاً نتیجه‌ای که به دست خواهید آورد براتون بسیار رضایت بخش خواهد بود. توصیه میکنم حتما استفاده